ما اکنون در میانه روایت داستان حضرت آدم قرار داریم و آدم به زمین هبوط کرد و فرستاده شده است. او در اونجا با حوا دیدار و ملاقات نمود و اونها در نهایت صاحب فرزندان و نسلی جدید گشتند. حالا دفعه قبل گفتم و لازم است کمی بیشتر درباره این موضوع صحبت کنم، درباره اینکه آدم و حوا دقیقاً کجا فرود آمدند. کجا فرود آمدن و چطور همدیگر رو پیدا کردن، یا اینکه به کدام بخشای دنیا رفتن. البته هیچ چیز کاملا قطعی و مشخصی در این باره وجود ندارد. در روایاتی در طبری آمده که اونها به هند آمدند و شاید از آنجا یا حوا به هند آمد و آدم در جای دیگری بود و در نهایت اونها در مکه با هم ملاقات کردند. طبری این روایات رو نقل کرده و البته ما واقعا نمیتونیم به این روایات تکیه کنیم و بگوییم که معتبر هستند. نکته دیگر این است که وقتی آنها در مزدلفه هم دیگر رو دیدند، دلیل اینکه مزدلفه رو مزدلفه نامیدند این است که حوا دوباره به آدم بازگردانده شد، درست مثل اینکه دو چیز دوباره به هم برسند. حوا به آدم بازگشت و هر دو دوباره در مزدلفه هم دیگر رو ملاقات کردند و به همین دلیل آنجا را مزدلفه نامیدند. این یکی از معانی مزدلفه است. و عرفات همان جایی بود که آنها بخشش کامل خود رو دریافت کردند. بدانید بخشش کامل. حالا بعضیا میگن این اتفاق در عرفات افتاد و بعضیا میگن قبل از آن بوده است. در واقع من فکر میکنم که حتی قبل از اینکه به زمین بیان، الله عزوجل تصمیم گرفته بود که اونها بخشیده خواهند شد. با این حال بر اساس این روایت این اتفاق در عرفات افتاده است. آنها بخشش را دریافت کردند و همانجا بود که او این را گفته بود. حالا هر طور که بوده ما میدونیم که اونها فرزندانشون را جایی در عربستان داشتند. دلیلش این است که الله عزوجل بیشتر پیامبرانش رو فرستاده است. به اون بخش از دنیا، به بخش خاورمیانه جهان، و این رو از مکانهایی که این فرشتگان بودند، جایی که این پیامبران متولد شدند و جایی که فرشتگان واقعا نازل شدن میدونیم. خیلی از فرشتگان واقعا نازل شدن، مخصوصا جبرئیل. او به این بخش از زمین، یعنی بخش خاورمیانه زمین نازل شد. و اگر به تاریخ برگردیم میبینیم که مدن یا شهرها واقعا از همین بخش زمین شکل گرفتن و شروع به گسترش کردن. پس اگر به بخشای خیلی ابتدایی نگاه کنید میبینید که نوح آنجا بود. در شبه جزیره عربستان حتی روایتی وجود دارد که میگه کشتی او دقیقاً دور جایی که الان کعبه قرار دارد چرخیده است. روایاتی وجود دارد که میگویند آدم اولین کسی بود که حتی کعبه رو ساخت. روایتی وجود دارد که به این موضوع اشاره میکند. با این حال قوی ترین نظر این است که ابراهیم کعبه را ساخت. اما روایاتی وجود دارد، نمیتوان این روایات را به راحتی کنار گذاشت چون وزن و اعتباری دارند. و این روایات میگن که آدم اولین کسی بود که کعبه را ساخت. و بعد از آن زمانی که سیل آمد، نوح دوباره به سمت کعبه آمد. و بعدتر وقتی که سیل آمد و همه چیز از بین رفت، ابراهیم برای بار دوم آن را ساخت. در نهایت زمان پیامبر محمد کعبه اصلاح و تثبیت شد. فقط خواستم این روایات رو ذکر کنم، اما حقیقت این است که نسل آدم از همونجا رشد کرد و شهرهای اولیه در همون اطراف شکل گرفتن. حتی بیشتر شهرهایی که نابود شدن هم در اطراف شبه جزیره عربستان بودن. کجای عربستان؟ خدا تدریجی اونها رو جابجا کرد. شاید از مکه بوده، قطعی نمیتونیم بگیم. اما طبری روایاتی دارد که نشون میداد مکه مکرمه یا اطراف آن منطقه بوده است. جایی که قبایل اولیه ساکن شدند یا زمانی که آدم اونجا بود او ساکن شد و بعداً آنها شروع به مهاجرت کردند. پس میگویند باز هم در این روایات آمده که آدم فرزندان زیادی داشت و بعداً طبیعتاً از طریق نسل او میبینید که موسی او در واقع در مصر سفر میکنه و سپس به سوریه میاد و بزرگترین شمن و غیره. پس تا آن زمان میدانید پیامبران مختلفی بودند که کمی به اطراف میرفتن. پیامبری به یمن فرستاده شد، درسته؟ که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
و بازم میتونید ببینید که این پیامبران از میان فرزندان آدم علیه السلام به اطراف پراکنده شدند. از جمله فرزندانی که او داشت قابیل و هابیل بودند. هابیل و قابیل این دو فرزند هستند. داستان آنها روایت شده است. در کتاب‌های مقدس به نام‌های آیین و قابیل آمده است و ما آنها را به نام هابیل و قابیل میشناسیم. داستان آنها در قرآن در سوره مائده آیات 27 تا 30 نقل شده است و اگر ادامه دهید خواهید دید که داستان آنجا آمده است. حالا چیزای زیادی برای یاد گرفتن از این داستان وجود دارد و امروز انشالله قرار است آن را بررسی کنیم. امیدوارم امروز بحث رو تمام کنیم و سراغ ادریس، شیث و نوح بریم. درباره ادریس و شیث مطالب بسیار کمی گفته شده، اما درباره نوح مطالب زیادی هست. داستان‌های قرآنی حکمت بزرگی دارند. به جایگاه هر داستان مثل داستان هابیل و قابیل دقت کنید. جالب اینجاست که خداوند این بخش از داستان رو کجای قرآن آورده است. اما به هر حال قبل از اینکه به آن برسم، داستان اونها در قرآن تقریبا در یک صفحه از قرآن پخش شده است و این دو مرد برادر بودند. یکی از اونها از یک جفت دوقلو به دنیا آمده بود و دیگری از جفت دوقلوی دوم و شاید هم پشت سر هم به دنیا آمده بودند. چون قانون این بود که وقتی اولین جفت دوقلو به دنیا میان باید با جفت دوقلوی دوم ازدواج کنند. خداوند طوری قرار داد که هر بار حوا زایمان میکرد یک پسر و یک دختر به دنیا می اومدن. با این تنها زمانی است که چنین چیزی رو پیدا میکنید. این تنها بار در تاریخ است که چنین اتفاقی افتاده است. در واقع در برخی روایات اسرائیلی، روایت هایی که نمیتونیم آنها را تایید کنیم و نه رد، گفته شده که او 360 فرزند داشت. 360 فرزند یعنی 180 جفت دوقلو و هر کدوم از اونها ازدواج کردن. مثلا اولین جفت با جفت دوم ازدواج میکردن و جفت سوم با جفت چهارم و به همین ترتیب. به هر حال اینطور شد. در اینجا دو روایت مختلف وجود دارد درباره اینکه چرا قابیل و هابیل با هم دچار اختلاف شدند، یا بهتر بگویم چرا قابیل نسبت به هابیل حسادت ورزید. در واقع نباید بگویم با هم اختلاف پیدا کردند، چون هابیل در واقع فرزند خوب بود. از بین این دو، یکی این است که قابیل صاحب زمین و محصولات کشاورزی بود و هابیل صاحب گوسفندان. و اتفاقی که افتاد میدانید از همان چیزای ابتدایی بود. این بود که خداوند به آدم و فرزندانش دستور داد تا به فرزندانش یاد بدهد که برای خداوند قربانی بدهند. پس او یک نبی بود، یک پیامبر بود و قوانین خاصی داشت که خداوند به او داده بود. حالا این قوانین بر اساس این نبود که انسان‌ها منحرف شده باشن و انسان‌ها هنوز منحرف نشده بودن. وقتی انسان‌ها منحرف میشن، آن وقت خداوند نامه‌ای برای انسان‌ها میفرستد تا آنها را بیدار کند و بگوید هی من خدا هستم و این مرد رو با این پیام برای شما فرستادم. شما باید به مسیر درست برگردید. این حالا میشه رسالت. این یک رسالت است. این باعث می شود آن پیام آور رسول شود. این همون چیزی است که برای نوح علیه السلام اتفاق افتاد. پس وقتی انسان ها منحرف شدن، آن زمان بود که نوح واقعا رسول شد. خداوند او را با دستورالعمل های مشخصی فرستاد تا بگوید به اونها بگو این کار اشتباه است و به اونها بگو این کار درست است. بگو خدایان دهساسشان را نپرستند و تنها مرا خدای یکتا را بپرستند. این رسالت و پیامی است، هدایتی برای بشر، چرا که آنها از مسیر منحرف شدند. چون آدم با یک قومی که منحرف بودن، قومی که از مسیر خارج شده بودن سر و کار نداشت. او فقط یه نبی بود. او فقط خبررسان بود. نبی یعنی خبررسان. رسول کسیه که پیامی از طرف خدا میاره، چون باید انسانها رو دوباره به راه راست هدایت کنه. پس نوح علیه السلام اولین رسوله. او عنوان رسول رو باره، در حالی که آدم علیه السلام فقط عنوان نبی را دارد. با این حال به عنوان یک نبی او چیزایی را به او گفت و از این فصل، از این بخش میتونید ببینید که او چیزهایی را برای انجام دادن به او گفته بود.
یکی از چیزهایی که او به فرزندانش آموخت این بود که باید برای خدا قربانی و هدیه بدن و این رو میتونید به عنوان اولین و مهمترین چیز ببینید. حالا اینجا یک درس بزرگ برای ما وجود دارد و آن این است که قربانی کردن اهمیت دارد. یکی اولین چیزهایی که خداوند به انسانها در این زمین دستور داد این بود که برای خدا قربانی کنند و هدیه‌های خود رو تقدیم نمایند. حالا میدونید وقتی که شما برای راه خدا کمک میکنید، به این و آن صدقه میدید، بله برخی ناراحت میشن و هم از اونها، چون این از اولین دستورات است. در قرآن آمده وقتی به زمین آمدن باید هدایایی به خدا تقدیم کنند و این تا قیامت ادامه دارد. این صدقه دادن رو در راه خدا تا روز قیامت ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت متوقف نخواهد شد. الحمدلله رب العالمین. پس اون صدقه‌ای که باید بدهن چیست؟ نمیدونم، فقط گفتم ببین صدقه‌های خوبی بدید. اتفاقی که افتاد این بود که قابیل مردی بود که میدانی بعضیا هستن که کمی خسیسن و نمیخواهند بهترین چیزی که دارند رو بدن. اونها میدن اما بهترین چیزی که دارند رو نمیدن، درسته؟ پس و هابیل مرد خوبی بود و میخواست بهترین چیزی که دارد رو بده. پس هابیل پسر خوب قربانی داد. او یک گوسفند خوب و چاق را برای رضای خدا قربانی کرد. و قابیل کاری که کرد این بود که مقداری از محصولات کشاورزی رو که داشت فاسد میشد یا خراب میشد برداشت. او خودش اونها را نمیخواست و همونها رو برای رضای خدا قربانی کرد. پس آدم هر دوی آنها رو به بالای تپه برد و به هر دو گفت که قربانیاشان رو روی تپه بگذارن و بعد عقب ایستادن و بعد منتظر میماندن. این یه سنت بود یا راه و روش خداوند. وقتی میگم سنت خدا یعنی راه و روش خداوند. اینطور بود که همه مردم اولیه تا زمان پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نوعی باید قربانی یا هدیه‌ای تقدیم میکردن. و یکی از کارهایی که خداوند انجام میداد این بود که طوفانی از آتش میفرستاد. این طوفان آتش پایین میآمد و دارایی رو میسوزاند. اگر اون دارایی که برای خداوند قربانی میکردی سوخته میشد یعنی پذیرفته شده بود. اگر باقی میماند یعنی خدا نپذیرفته بود و نشانه عدم پذیرش الهی بود. تا زمان پیامبر محمد هیچ کس که به جنگ میرفت اجازه نداشت غنیمت رو برای خودش برداره. هر وقت به جنگ میرفتن باید غنیمت‌ها رو برمیگردوندن و اونها رو روی تپه یا جای قرار میدادن. اونو همونجا میگذاشتن، عقب میستادند و امیدوار بودن که طوفانی از آتش بیاد و همه غنیمت‌ها رو بسوزوند و از بین ببرد. تنها بعد از جنگ بدر بود که خداوند عزوجل اجازه داد مسلمانان غنیمت رو برای خودشون بردارن. این چیزی است که خداوند به طور خاص به این امت عطا کرده و به هیچ امت دیگه قبل از آن نداده بود. پس اینجا این غنیمت نیست، فقط یه قربانیه و هر کسی در تمام امتهای دیگر اگر میخواست واقعا چیزی را تقدیم کند همین کار را میکرد. به تپه‌ای میرفت، اون را اونجا تقدیم میکرد و خداوند طوفانی از آتش میفرستاد. پس هر دو این کار را کردند. عقب ایستادن و منتظر موندند. طوفان آتش آمد و قربانی هابیل یعنی گوسفند چاقی که او تقدیم کرده بود رو گرفت و سوزاند، اما قربانی قابیل رو نگرست. حالا قابل حسادت میکنه. در آسمان ها چه اتفاقی افتاد؟ میگویند اولین گناهی که در آسمان ها رخ داد توسط ابلیس بود و آن هم حسادت بود. دومین گناه روی زمین توسط قابیل بود و باز آن حسادت بود. اینو یادداشت کنید. حسادت چیزی است که سبحان الله میخوام چیزی درباره حسادت بگویم که قبلا نگفته بودم. تفاوتایی که بین شما وجود دارد به طور طبیعی حسادت رو درون انسان ایجاد میکنه. میدانید درون خودتون احساس میکنید که من باید آن رو میداشتم، درسته؟ همه چیز از بچگی شروع میشه. بچه‌ها ذاتاً با حسادت به دنیا میان. همه بچه‌ها با حسادت به دنیا میان. اونا توجه والدینشون رو میخوان. درست است یا نه؟ همشون والدین را میخوان. میدونید دوست دارن والدینشون به اونها نگاه کنن، بغلشون کنن، دوستشون داشته باشن. امروز خانه بودم و دخترم از مدرسه آمد. گفتم بیا اینجا. پسر دیگرم، پسر کوچکترم نصف روز با من بوده، درسته؟ برای همین بهش گفتم بیا اینجا، یه بوس بده اینجا.
قبل از اینکه دخترم بیاد این کوچولو یک رات پرید و سری یه بار منو بوسید. گفتم بوس بوس بوس. گفتم صبر کن، یه دقیقه صبر کن، تو نصف روز اینجا بودی. به دخترم هم فرصت بده. همه بچه‌ها همینطورن، ما هم بودیم. بچگی دنبال توجهی و وقتی بگیریش راضی میشی. وقتی توجه بهت نمیرسه یا یکی دیگه بیشتر توجه میگیره، اون موقعی که حسادت سر و کلش پیدا میشه. حالا پدر و مادرها باید بچه‌هاشون رو طوری تربیت کنن که نذارن حسادت به جایی برسه که بینشون شکاف بیفته. یوسف علیه السلام وقتی به اون داستان برسین کل ماجرا رو میبینید. هر چی سر یوسف علیه السلام اومد همش به خاطر حسادت بود. کل ماجرا این بود که برادراش بهش حسادت میکردن. ولی به هر حال امروز قرار نیست بریم سراغ اون داستان. برگردیم به هابیل و قابیل. میبینی که بینشون اختلاف افتاده و حالا یکی به اون یکی حسادت میکنه. روایت دیگه ای هم هست. البته این روایتی که الان میگم روایت قوی تریه. این روایت از عبدالله ابن عباس نقل شده. روایت دیگه اینه که قابیل با خواهری به دنیا آمد و هابیل هم با خواهر خودش، یعنی دوقلو بودن و قرار بود قابیل با دختری که دوقلوی هابیل بود ازدواج کنه و هابیل هم قرار بود با دوقلوی قابیل ازدواج کنه. هابیل آماده بود با اون دختر ازدواج کنه، مشکلی نداشت، اما قابیل حسادت میکرد. چرا؟ چون همسر خودش به زیبایی همسر هابیل نبود. بازم حسادت. چون تفاوت وجود داره. مرد میخواد چیزی بهتر از اون چه برادرش داره داشته باشه و این باعث حسادت میشه. خیلی از دعوای دنیا امروزان به خاطر همین چیزاست. میدونی یکی زمین بیشتری داره نسبت به دیگری. یکی چیزی داره که بیشتر مورد قبول واقع شده نسبت به دیگری. دعوا شروع میشه. پاکستان، بنگلادش، هند و آفریقا پر از دیناست. همش دنبال اینن که بیشتر به دست بیارن و مصرف کنن. یه نفر بیشتر از نفر دیگه به دست میاره، بعد اون یکی میفته دنبال این. یه زن از اون یکی بیشتر میگیره و با هم رقابت میکنن. این آغاز اولین جنایت بود. حالا به هر حال این اولین چیز بود. پس خداوند عزوجل شروع میکند و میفرماید وتلو علیهم، ای پیامبر براشون بخوان، برای مردمی که این قرآن رو خواهند خواند، نبیع ابن آدم بالحق، داستان رو براشون بخوان. داستان و خبر دو پسر و آدم رو با حقیقت براشون بخون. دلیل اینکه خداوند میفرماید با حقیقت این است که این داستان کمی با داستان هابیل و قابیل در کتاب‌های مقدس پیشین متفاوت خواهد بود و خداوند از این قرآن استفاده میکنه تا بگوید هر چیزی که پیش از آن بوده دیگر در برابر قرآن او اعتباری ندارد. از قرب قربانن، وقتی هر دو قربانی دادن، فتقبل من احدهما، و از یکیشون پذیرفته شد و دیگری پذیرفته نشد و دیگری بعد 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 دیگری و از 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 دیگری. ات گفتم که یه قربانی خوب برای خدا بدهی. تو بدترین چیزی که محصولات داشتی رو دادی. خداوند آن رو دوست نداشت، پس هرگز آن را قبول نکرد. حالا این مشکل خودت است، پس باید یاد بگیری که خساست رو کنار بگذاری و محصولات خوبت رو به خدا بدی. او از این حرف خوشش نیامد. گفتم یا خدا، بابا داره سرزنشم میکند. درسته؟ بابا داره سرزنشم میکند. حالا رتبه‌ام از حبیب کمتر شده است. حالا حبیب پسر خوبی است. میدونی او فقط کاری رو میکنه که باید انجام بده. و خداوند چه میکند؟ وقتی خداوند چیزی رو از کسی قبول میکنه، اون وقت خداوند به او بیشتر میده. پس هر اتفاقی که افتاده باشد، حسادت قابیل بیشتر و بیشتر میشه. و یک روز رفت پیش هابیل، فقط خودش و هابیل بودن. و به او گفت من قطعاً تو رو خواهم کشت. کار به جایی رسید که تمام این کینه درونش جمع شد و حالا آماده است که جان او رو بگیرد. چون انگار وقتی تو از سر راه برداشته شوی، من آدم خوشحالی خواهم شد. حالا چه کسی او رو به این فکر وادار میکنه که اینطور فکر کند؟ اسم من ابلیس است. شیطان. بله، ابلیس اینجاست. یادت هست؟ ابلیس رو فراموش نکن. از دوباره میبینیم که در اولین داستان روی زمین ابلیس داره حقبه‌هاشو میزنه و اونو وادار میکنه که احساس کنه فقط باید از شر این مرد خلاص شوه. فقط باید او رو از در راه بردارم. با حذفش همه چیز تموم و خوشحال میشم. اما ابلیس نمیگذارد با عاقبت کار فکر کنید.
بیشتر گناهان همینطورن. مثلا در مصرف مواد مخدر شیطان فقط برای امتحان کردن وسوسه‌تان میکند. حس خیلی خوبی دارم و قراره بهترم بشم. بعد مدتی واقعا حالم خوبه. وقتی دچار درد، بداخلاقی، تهوع یا توهم میشه، حالش بد میشه. اما شیطان اینها رو بهش نمیگه. درست مثل کاری که با حضرت آدم کرد. وقتی که از آن درخت خورد، هیچ وقت به اون نگفت که بعدش چه اتفاقی میافتد. فقط به او گفت فقط بخور، فقط باید بخوری. همین. در مورد هر گناه دیگری هم همین است. شیطان فقط جنبه خوبش رو به اونها نشون میده. از او رو وسوسه میکرد که بگوید ببین فقط کافیه او رو بکشی. دیگه نگرانیات تموم میشه و میدانی چیست؟ فقط او رو بکش. فقط از شرش خلاص شو. اما به اون نمیگوید که دیدن یک مرده چه معنایی دارد. اون هنوز نمیدونه. او یک مرده رو نمیشناسه. پس میگوید قال انما یتقبل الله من المتقین. هابیل پاسخ داد و او گفت، به او یادآوری کرد. او گفت خداوند فقط از کسانی که او رو درک میکنن، از او آگاهن، او رو تا جایی که میتونن در ذهن خود دارن، میدونید او رو در ذهن خود نگه میدارن، میپذیرد. حالا کاری که هابیل سعی دارد انجام دهد این است که هابیل حالا میداند که او یک شیء تیز در دستش دارد و تهدید به کشتن او میکند. هابیل سعی دارد او رو آرام کند با گفتن اینکه ببین یتقبل المتقین، من تقوا در وجودم داشتم و خداوند قربانی مرا پذیرفت. اگر تو هم تقوا در وجودت داشته باشی، این پیام اصلی است. اگر تو هم تقوا در وجودت داشته باشی، خداوند از تو هم قبول میکنه. میدانی لازم نیست این کارو بکنی. پیام اصلی این است که خدا از متقین قبول میکنه. او هرگز نگفت من متقی بودم و خدا قبول کرد. اگر این را میگفت برادرش وسوسه میشد او را بزند. پس فقط گفت انما یتقبل الله من المتقین. خدا فقط از پرهیزکاران میپذیرد. این یک درس مهم است. اگر داری کاری روی زمین انجام میدی، هر کاری که باشد، یک چیز این است که آن را به خداوند تقدیم کنی، چیز دیگر این است که خداوند آن را قبول کند. دوستان باید بیدار شویم. خیلی از کارهایی که به خاطر خدا روی این زمین انجام میدیم مدام داریم تقدیم میکنیم به خدا، اما به پذیرش آن فکر نمی کنیم. بین تقدیم کردن به خدا و اینکه خدا واقعا قبول کنه تفاوت بزرگی وجود داره. یک کارمند میتونه همینطور به کارش ادامه دهد. احتمالاً داره کفش میسازه، درسته؟ پس احتمالاً دارد آن رو میدوزد یا آخرین مرحله رو انجام میده و همه چیز رو کنار هم میگذارد و یه لنگه کفش آماده کرده، بعد یک جفت کفش دیگر آماده کرده، بعد یه جفت دیگر و همینطور ادامه میده و فقط داره تقدیم میکنه چی را؟ به سرپرست خطش هر کاری میکنه. اما اگه کارش رو درست انجام نده و به این فکر نکنه که چی میشه، آیا سرپرست خط تولیدم این دختی که روی این جفت کفش انجام دادم و قبل از اینکه تحویل بدم قبول میکنه یا نه؟ اگر به این موضوع فکر نکند اشتباه بزرگی مرتکب میشه. چون آخر روز سرپرست خط میگه کفشاتو نشون بده. بعد میگه این چیه؟ چرا دوختش اینجوریه؟ همه کفشایی که دارید دوختشون خرابه. اون قبولشون نمیکنه. تحویلشون دادی، خب اما قبول میکنه؟ آخر روز بهت حقوق میدن؟ پس ما نماز صبح رو میخوانیم، من ظهر رو میخوانم، عصر رو میخوانم، مغرب رو میخوانم. خدایا اینها رو به تو تقدیم میکنم. مثل اینکه بگویم خدایا این هم نماز من. اگر این نماز رو به خدا تقدیم کنم در حالی که افکار مختلفی در آن هست، دارم بهش فکر میکنم، مگه نه؟ فکرای دنیوی توشه. میگم آره خدایا این برا تو، اینم برا تو. دارم همه چیزو تو همین نماز اشتباه میکنم. این موضوع جای فکر داره، مگه نه؟ باید جدی فکر کنیم. آیا خدا نمازم رو میپذیرد؟ ببین اینجا آمده یتقبلو، یعنی قبول شدن. خدا فقط از متقین قبول میکنه. پس هنگام صدقه باید مواظب بود مبادا برای ریا و تماشای مردم باشد. آیا برای تعریف مردم این کار رو میکنم؟ باید قربانی مقبولی به خدا تقدیم کنم و این فقط با تقوا ممکن است، یعنی فقط برای رضای خدا و با یاد خدا انجام شود. پس بعدش هابیل ادامه میده. چون میداند این مرد یعنی برادرش حالا پا را فراتر گذاشته است. میدانی وقتی کسی آماده میشه که دیگری رو بکشه، انگار داره او رو تحریک میکنه. بیا درسته.
پس چیزی خیلی تیز در دستش داره و دستش رو به سمت برادرش دراز کرده است. پس برادرش به اون میگه، هابیل به قابیل میگه، قابیل همون کسی است که وسیله تیز رو دارد. میگم چاقو، اما یک وسیله تیز بود. نمیدونم، نباید بگم چاقو. یه وسیله تیز بود، میتونست یه سنگ تیز باشه، میتونست هر چیزی باشه، هر چه که در دستش داشت. چیزی تیز که خودش ساخته بود در دستش داشت. پس به برادرش گفت، او گفت، هابیل گفت، اگر تو بود. فقط آنجا ایستاده بود. هابیل فقط آنجا ایستاده بود. گفت ببین، اگر دوباره دستت رو دراز کنی تا مرا بکشی، ما انا به باست ید یا لاقتلک. گفت اگر بخوای با دستت مرا بکشی، دستم رو برای کشتن تو دراز نمی کنم. انی اخاف الله رب العالمین، چون من از خداوند پروردگار جهانیان میترسم. حالا دوباره از این موضوع میبینید که کسی که از خدا میترسه نمیخواد مرتکب جرم شود، حتی اگر در لحظه‌ای مثل این باشد. اون نمیخواد مرتکب جرم شود. خودت فکر کن، فرض کن کسی آمده تو رو بکشد. تو یک انتخاب داری. میتونی از خودت دفاع کنی، میتونی سعی کنی چاقو رو از دستش بگیری، یا سعی کنی وسیله دیگه‌ای پیدا کنی و او رو بکشی، یا در دفاع از خودت به او آسیبی وارد کنی. انتخابای زیادی داری. هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث فرمودند، القاتل و المقتول فی النار. این یک حدیث صحیح از صحیح مسلم است. فرمودند کسی که میکشد یعنی قاتل و کسی که کشته میشود یعنی مقتول. پس هم قاتل و هم مقتول، هر دوی اونها در آتش هستند. حالا صحابه بلافاصله گفتند ما میفهمیم که قاتل به جهنم میرود، اما آن کسی که کشته شده جرمش چه بوده؟ خودت فکر کن، جرم او چه بوده؟ او کشته شده و با این حال بازم به جهنم میرود. این روش زیبای آموزش پیامبر اکرم است. میدونید وقتی این جملات رو میگه، آدمو غافلگیر میکنه و با خودت میگویی وای چی؟ واقعا چه قانونیه که خداوند هر دوی اونها رو به جهنم میفرسته؟ بعد پیامبر اکرم توضیح میدن. وقتی توضیح میدن اون وقت متوجه میشوی آها دلیلش این است، و بعد میدونی این درس در ذهنت میمونه. پس این از روش نبوی در آموزش دادن به توست. پس فرمود انه کان حریصا علی قتل اخیه. گفت یکی، کسی که به قتل رسید قصد کشتن برادرش رو هم داشت. خب اتفاقی که افتاده اینه که یه مرد اومده و قرار بوده اونو بکشه، اما بعدش بلند شده و گفته میدونی چیه؟ میخوام سعی کنم بکشمت. حالا کشتن یعنی چی؟ اگه کسی بیاد بهت فوش بده و بگه فلان فلان شده و تو هم جواب بدی و بگی خودت فلان فلان شده، درسته؟ وقتی اون بهت فوش داد مرتکب جرم شد. اما وقتی تو هم جوابشو با فوش دادی چی کار کردی؟ تو هم مرتکب جرم شدی. تمام، 2 تا جرم رخ داده، نگو فقط یکیه. وقتی سگی پارس میکنه نباید جوابشو با پارس بدی. تو هم میری برو کنار. وقتی سگ گازت میگیره تو نباید گازش بگیری. تصور کن یه سگ گازت بگیره و تو هم 4 دست و پا بری پایین و بگی ها بگیرین و سگ. میفهمی چی میگم؟ پس این کار رو توجیه نمیکنه. حالا خدا اینجا چی داره یاد میده؟ خدا داره از داستان 2 پسر آدم یاد میده که اگه یکی از شماها در زمین به دیگری ظلم کنه، این به تو اجازه نمیده، این کار رو توجیه نمیکنه. تو فقط میگی خب اون میخواد منو بکشه، خب منم میخوام اونو بکشم. چون اگه این نیت رو داشته باشی، حتی اگه تلاش کردی اونو بکشی اما موفق نشدی، اون قبل از اینکه تو اونو بکشی تو رو کشت. خب خدا روز قیامت تو رو بر اساس نتیجه نهایی ماجرا محشور نمیکنه. خداوند کل ماجرا رو در نظر میگیره و میگه خب بذار نیتت رو بسنجیم، بذار قصدت رو اندازه بگیرم. نیت تو این بود که اونو بکشی و نیت تو هم این بود که اونو بکشی. بله تو اونو کشتی، یکی از شما اونو کشت، باشه تو 2 برابر گناه یا 2 برابر مجازات رو میگیری. خیلی خوب، اما هر دو تو مجازات میشید، چون هر دو قصد کشتن همدیگر رو داشتید. بر اساس همون نیت خداوند هر دوی آنها رو به جهنم میفرسته.
فکر میکنم میدونی وقتی توی زندگی بیرون هستیم بعضیا میگن خب اون از من کینه داره، منم ازش کینه میگیرم. لازم نیست تو ازش کینه داشته باشی فقط چون اون از تو کینه داره. واقعا لازم نیست، اصلا لازم نیست. میتونی فقط بگی خب منم کینه میگیرم، از این متنفرم، مخصوصا وقتی پدر و مادرها میدونی به بچه‌هاشون میگن با فلان عضو خانواده حرف نزن چون خودشون با اون فرد کینه دارن. بعد باعث میشن کل خانواده میدونی از این برادرها جدا بشن. مثلا تصور کن من با برادرم حرف نمیزنم، بعد به پسرها و دخترم میگم ببینید شما هم با عمو حرف نمیزنید چون عمو میدونی من که حرف نمیزنم پس شما هم حرف نزنید. میگم ای بابا بی خیال، چرا داری جرم گسترش میدی؟ چرا جرم ادامه میدی؟ اگه کسی داره جرمی مرتکب میشه خودش داره مرتکب میشه. در یه حدیث صحابی به پیامبر گفت ای رسول خدا من صله رحم میکنم اما اونها قطعش میکنن، من نیکی میکنم و اونها بدرفتاری میکنن، بس سعی میکنم این کار رو انجام بده و اونها و رسول الله میفرماید خب این یعنی حفظ رابطه، تو داری کار درست رو انجام میدی، تو داری رابطه رو حفظ میکنی، تو باید وظیفه خودتو انجام بدی چون در نهایت خداوند هر دوی شما رو میسنجه. فقط چون کسی با تو قطع رابطه کرده تو هم بگی باشه منم باهات قطع رابطه میکنم، خب تو هم مرتکب خطا شدی. میدونی بچه‌ها میان پیش تو میگن آقا اون شروع کرد. من همیشه بهشون میگم هی ساکت. مهم این نیست که کی شروع کرده، مهم اینه که کی چند تا خطا مرتکب شده. پس اگه اون شروع کرد و تو رو هل داد و تو هم بهش پس دادی، هر دوی شما به یک اندازه مقصر هستید. مسئله این نیست که چه کسی شروع کرد. و داستان آدم اینو به ما یاد میده که هابیل فکر کرد باشه من میخوام آدم خوبه باشم، تو سعی کن منو بزنی، من حتی دستم رو هم بلند نمی کنم که بخوام تو رو بزنم، من قصد کشتن تو رو ندارم. باشه شاید کاراش برای دفاع از خودش بوده، قبول، ولی گفت قصدی برای کشتنت نداره. خب دفاع کردن رو میتونی انجام بدی، البته باید هم این کار رو بکنی. اگه کسی بیاد که میدونی بخواد بهت آسیبی برسونه، خب طبیعتا باید از خودت دفاع کنی، هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی، فرار کنی، هر کاری که میتونی. اما اگه کار به جایی برسه که مجبور بشی مثلا به طرف مقابل آسیبی بزنی، مثلا میدونی فقط برای اینکه آرومش کنی نه اینکه بکشیش، درسته؟ پس مثلا اگه کسی بخواد منو بکشه و چاقو رو به سمتم گرفته باشه، خب من نباید فقط میدونی فقط چاقوشو بگیرم یا فقط دست و پاشو بگیرم و بگم خب اینم چاقوت فقط یکم عقب تر برو، اون دوباره مستقیم به سمتم حمله میکنه، درسته؟ میدونی باید از عقل و منطقت استفاده کنی. فقط میخوام بگم لطفاً سوء تفاهم نشه، دفاع کن، طرفو مهار کن و هر کاری لازمه بکن، اما نکشش. گناه اجازه گناه دیگر رو نمیده. پس اگه لازم شد مثلا یکی میخواد تو رو بکشه و تو سعی میکنی میدونی فقط یه ضربه بهش بزن جوری که بتونی برای یه مدت کوتاه بیهوشش کنی تا بتونی فرار کنی، این اشکالی نداره چون قضیه اینه که طرف میخواد تو رو بکشه، باید فرار کنی. نمیتونی فقط بگی میدونی لطفاً بذار یکم جلوتر بدم، بذار 10 متر بدم بعد تو شروع کن به دنبالم اومدن. طرف فکر میکنه داری شوخی میکنی یا چیزی. پس نکته‌ای که هابیل گفت اینه که من دستم رو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم، من قصد کشتن تو رو ندارم. یعنی داره میگه که من ترس از خدا رو دارم که مانع این کار میشه. بعد هابیل ادامه میده این کاری که میکنه واقعا زیباست. وقتی کسی میخواد بهت آسیب برسونه خوبه که باهاش منطقی صحبت کنی. این منطقی حرف زدن ها خیلی قشنگه. پلیسا هم وقتی مجرمی را میگیرن باهاش حرف میزنن تا از جرم منصرفش کنن. مثلا فرض کن یه موقعیت گروگانگیری پیش اومده، طرف میگه ببین پلیس اگه بیای اینجا سر این دختر رو میبرم. پس پلیس چیکار میکنه؟ میکروفونش رو بر میداره و باهات حرف میزنه و میگه ببین گوش کن، ما میفهمیم چه عصبانی هستی، میفهمیم، آروم باش رفیق، آروم باشه. میدونی ما میتونیم با همینو حل کنیم، فقط باید بیای بیرون، چون اگه اون دختر رو بکشی میری زندان، اما ما نمیخوایم به خاطر این کارت بندازیمت زندان، فقط بذار بره. اونا دارن دلیل میارن. حالا کاری که حبیب اینجا انجام میده داره دلیل میاره.
هر وقت چیزی که خدا اینجا به ما یاد میده اینه که هر وقت تو موقعیتی قرار گرفتی که طرف مقابلت از و بالاتره، به جای اینکه سریع عصبانی بشی و واکنش نشون بدی به هر کاری که باهات میکنن، باید دلیل بیاری. باید استدلال کنید. شاید نکته مثبتی باشد. او را کشت اما سعی کرد منطقی باشد. لازم نبود خدا همه اینها رو بگوید. می توانست ساده بگوید داستان دو پسر آدم رو روایت کنید. وقتی که یکی از اونها میدونی قربانیش پذیرفته شد و دیگری پذیرفته نشد و او فقط او رو کشت و بعد از این نه، الله جزئیات رو پر کرد و تا روز قیامت ما این جزئیات رو به دلیلی میخونیم، چون او میخواد به ما یاد بده که وقتی پای موقعیت‌های دیپلماتیک وسط است باید سعی کنید منطقی رفتار کنید. این یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب و درگیریه. شما نباید فوراً وارد درگیری شوید و با کسی که سعی دارد به شما آسیب برسونه شاید از طریق استدلال مقابله کنید. شاید آرام شود، نه؟ بنابراین نکته بعدی، او میگوید اینی یورید، او گفت من آرزوی صلح دارم. میدونی این حرف هابیل به برادرش قابیل هست، حرف آدم خوب به آدم بد. و تابو با اسمی و سمیک فتکشنا منش ابین نال. او اینو میگه فقط کاش میتونستی ببینی داری چی کار میکنی و اعتراف کنی که قرار 2 گناه مرتکب بشی. 2 گناه کبیره. یکی از گناهان این است که سعی کنی مرا بکشی و گناه دیگر این است که قربانی تو مورد قبول خدا قرار نگرفت و بنابراین حسادت کردی و تمام آن دشمنی که شما ایجاد کردید گناهان است. او میگه و در نهایت در آتش خواهی سوخت و آن این است و ذالک جزاء الظالمین، و این است جزای کسی که ستمگر می شود. پس این که تو به من ظلم کنی هیچ فایده‌ای برات ندارد. در نهایت در آتش خواهی افتاد. حالا این جملات دوباره چیزی به ما یاد میدهند. تا اینجا او داشت به برادرش میگفت که میدانی خداوند فقط از پرهیزگاران قبول میکنه و اگر تو دستت رو به سوی من دراز کنی و بخواهی من رو بکشی، من قصد کشتن تو رو ندارم و من از خداوند پروردگار جهانیان میترسم. تا آن لحظه نفس قابیل هنوز او را وسوسه نکرده بود که فقط بگوید بزن و او را بکش. اما وقتی به این بخش میرسد و میگه فقط آرزو داشتم میتوانستی گناهانت رو ببینی، یک گناه این که میخوای مرا بکشی و گناه دیگر که قبلا مرتکب شده ای و این که این کار تو رو به آتش خواهد کشاند و این همان مجازات کسانی است که ستمگرند. الله بلافاصله بعد از آن میفرماید فتوعت له نفسه. بلافاصله میدونید درونش، نفسش شعله‌ای درونش افروخت و به او گفت همین است، میخواهم او را بکشم. پس با خودش فکر کرد همین است. میدانی این مرد داره به من میگه که آخرش به جهنم میرسم. اصلا او کی است که بخواد به من نصیحت کند یا هر چیزی که در ذهنش گذشت؟ نمیدونم چرا این فکر به ذهنش رسید، اما قرآن میگه که نفس یا ذهنش او را وسوسه کرد و به او قبولوند که این کار خوبی است. میدانی کار راحتیه و یکی از معانی تو همین است. با خودش فکر کرد میدانی فقط یک ضربه میزنم و این مرد رو برای همیشه تموم میکنم. فقط تله. پس او را کشت. او را با چاقو زد، او را کشت. و خداوند ابتدا می‌فرماید فاصبح من الخاسرین، او از زیانکاران شد یا از کسانی که باختند. حالا کار خودش رو انجام داده است، او رو کشته است. حالا چیزی که میخواستم اینجا بگویم این است که میتونید نظرات منفی هابیل را ببینید. هرچند او حق دارد این حرف رو بزند، او حق دارد بگوید ببین اگر این کار رو بکنی به جهنم میروی، اما همین که بخش منفی رو وارد ماجرا میکنی انگار میگوید خب او رو بکش. حالا اینجا یه پیام کوچک وجود دارد. پیام این است که
وقتی از کلمات مثبت استفاده می‌کنی احتمالاً واکنش مثبتی دریافت می‌کنی. به خصوص در موقعیتی مثل این وقتی از کلمات منفی استفاده می‌کنی احتمالاً واکنش منفی دریافت می‌کنی. نمیگم که کاملا منفی بوده، او هنوز سعی داشت بهش بگی که باید آتش جهنم دوری کنه، اما نه اینکه اونو بکشه. کلماتی که انتخاب کرد شاید همون کلماتی بودن که مثل بنزین روی آتیشی که از قبل تو هوا بود ریخته شدن و حالا شعله ورترش کردن. ما هابیل رو بابت این موضوع سرزنش نمی کنیم. واقعا اشتباه برداشت نکنید. ما هابیل رو بابت این موضوع سرزنش نمی کنیم. اما دلیلی هست که همین کلمات اینجا اومده که در نهایت خب او برادرش رو کشت. همه این کلمات ذکر شدن. اما در بخش پایانی درست قبل از اینکه او رو بکشد یک بار منفی وجود داره و این چیزی است که باید به خاطر بسپاریم. الله میفرماید او از زیانکاران شد. الله بعدا میفرماید که او از کسانی شد که پشیمان شدند. حالا اول میفرماید که او یک بازنده شد. چرا؟ چون به محض اینکه مرتکب گناه شد تمام شد. بلافاصله در پروندهش ثبت شد. او مرتکب گناه شد و او به گناهکار بزرگ تبدیل شد. حالا این نکته دیگری است که باید از حدیث بخاری بفهمیم. باید اینو درک کنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ مردی تا روز قیامت مرد دیگری رو به قتل نخواهد رسوند. هیچ انسانی دیگر رو به قتل نخواهد رسوند مگر اینکه پسر آدم قابیل سهمی از آن گناه را خواهد برد. چرا؟ چون وقتی کاری نیک رو در زمین آغاز میکنی هر کسی بعد از تو اون کار نیک رو انجام دهد تو هم سهمی از آن نیکی خواهی برد. هر کسی رو که آموزش دهی یا تو آغازگر کار بدی در زمین باشی تا روز قیامت سهمی از آن بدی به تو خواهد رسید. پس میدونید باید مراقب باشیم و کارهایی که زیادی هست که میتونید آغاز کنید. مثلا میدونید شما میتونید بیایید فقط به اطرافمون نگاه کنیم. میبینید که شما دارید حتی همینجا رو نگاه کنید. زمانی در دوران پیامبر اکرم از سنگریزه ها برای صاف کردن صف‌ها استفاده می‌کردند. برای اینکه صف‌ها صاف باشن سنگریزه ها رو در زمین قرار میدادند. در یه مقطعی یه نفر به این فکر افتاد که خب بیاید یه مصلی درست کنیم. اما وقتی می‌خوایم مصلی رو روی زمین درست کنیم قرار است برای اینکه صف‌ها صاف باشن خطی روی خود طرح فرش ایجاد کنیم. یک نفر به این فکر افتاد. هر کسی که به این فکر افتاد تا روز قیامت سهم خوبی از آن خواهد برد. تا روز قیامت او خواهد برد. هر کسی بعد از او این کار را انجام بده او هم سهمی از ثواب آن کار را خواهد گرفت. همانطور که ممکن است کسی یک فحش جدید یا یک کلمه ناسزا رو شروع کنه. اگر او این کار رو شروع کند هر کسی بعد از اون از آن استفاده کند او هم سهمی از گناه اون شخص را خواهد برد. به هر حال خداوند میفرماید خب او از زیانکاران شد و بعد خداوند میفرماید او به ما درباره این واقعیت میگوید که این شخص مرتکب جرم شده و حالا فقط با یک جنازه اونجاست. او هرگز جنازه‌ای ندیده، مخصوصا جنازه‌ای که به قتل رسیده باشد. حالا حتما خون همه جا روی زمین ریخته و او اصلا نمیدونه با آن چه کار کند و فقط همونجا ایستاده مات و مبهوت به آن نگاه میکنه چون اصلا معنی قتل رو نمیدانست. در واقع تا آن زمان هیچ کس از دنیا نرفته بود. این نکته دیگری است. اگه کسی قبلا از دنیا رفته بود و آدم به اونها یاد داده بود که چطور مرده رو دفن کنن او هم میدانست باید با جنازه چه کند. اما او اصلا نمیدونست. فقط این جسم در حال پوسیدن یا تجزیه شدن جلوی چشمش بود و همینطور مات و مبهوت مانده بود و همونجا نشسته بود و با خودش فکر میکرد خب الان باید چه کار کنم؟ چطور این جنایتی که مرتکب شدم رو پنهان کنم؟ از خداوند بعد از آن میفرستد یک کلاغ و یک کلاغ میاد و دو کلاغ با هم درگیر میشن و یکی از کلاغا دیگری رو میکشه و وقتی اون کلاغ دیگر روی زمین میفته کلاغ با نوکش شروع میکنه به کندن زمین و با چنگالاش زمین رو میکنه و خاک رو جا به جا میکنه و با نوکش حرکت میده. آن کلاغ رو داخل زمین میگذاره و بعد کلاغ مرده رو با خاک میپوشاند.
و از آنجا به ذهنش میرسد که باید برادر مردش رو دفن کند. چون یکی از چیزایی که خداوند به وضوح بیان میکند این است: کیف یوارث و تخیه. کلاغ توسط خدا فرستاده شد تا به اون نشان دهد چگونه بدن برهنه یا عورت برادرش رو بپوشاند. چون اتفاقی که افتاده بود این بود که وقتی او رو کشت، حالا بدنش در حال تجزیه شدن بود و این تجزیه شدن ذهنش رو درگیر کرده بود. میدونی؟ دارد میگندد. انگار وای خدای من، میدانی؟ انگار اصلا دیگه چیزی زنده نیست. چیزی که خون در رگاش جریان نداره چیزیست که مرده است و من باید با این چیز چه کار کنم؟ و لباساش هم قرار نیست برای همیشه اونجا بماند. تمام بدنش قرار است برای همه کسانی که او رو میبینن نمایان شود. بعد گفت آره، چرا باید اجازه بدم اینطور بشه؟ اوه نه، فقط گفتم یعنی حتی همین کارو هم نمیتونم انجام بدم. و در دلش پشیمانی داشت. گفت یعنی حتی همین کار رو هم نمیتونم انجام بدم؟ آیا آنقدر سقوط کردم که حتی نمیتونم انقدر باشم؟ مثل کلاغ باشم و برادرم رو در خاک دفن کنم تا پشتش رو بپوشانم، یا کار شرماوری که انجام دادم رو پنهان کنم؟ فاصبح من النادمین. این باعث شد که در دلش پشیمانی ایجاد شود. حالا پشیمانی او برای چه بود؟ پشیمانی او به وضوح از قرآن مشخص است که حالا پشیمان شده است. اینکه برادرش رو آنقدر دفن نکرده بود که شروع به تجزیه شدن کرد. بوی تعفن بلند شده بود و او واقعا نمیدونست باید چه کار کند و باید بهتر فکر میکرد که کاری برای برادرش انجام دهد. شاید پشیمانی او به خاطر این بود که آبروی برادرش در معرض دید قرار گرفته بود. شاید پشیمانیش به این خاطر بود که خودش باید این کار رو میکرد، نه اینکه یک حیوان به اون یاد بده. و به همین دلیل بود که پشیمان شد. این همون دلیلی بود که پشیمانی رو در دلش ایجاد کرد. این پشیمانی به این معنا نیست که او توبه میکرد. پشیمانی به این معنا نبود که او توبه میکرد یا از خداوند طلب بخشش میکرد، چون هیچ جا گفته نشده که او از خداوند طلب بخشش کرده باشد. از کاری که انجام داد این بود که وسیله‌ای برداشت، زمین رو کند و برادرش رو در اون دفن کرد و رویش رو پوشوند. حالا علما در اینجا میگویند که بین پشیمانی و توبه تفاوت وجود داره. وقتی پشیمان میشی به این معنا نیست که واقعا از خداوند طلب بخشش کرده ای. و این موضوع همیشه بین علما محل بحث و جدل بوده که اگر کسی طبق قانون شریعت کشته یا مجازات شود، آیا این کار کفاره گناه او محسوب می شود؟ برخی میگن بله و برخی میگن نه، اما نظر کسانی که میگن نه وزن بیشتری دارد. نظر اونها اهمیت و وزن بیشتری داره. چرا؟ چون صرفاً به این دلیل که در این دنیا مجازات شدن به این معنا نیست که توبه کردن. حتی اگر ببینی بابت کارشان پشیمانند، چون بسیاری از جنایتکاران و قاتلان این دنیا هم ابراز پشیمانی میکنند. آنها حتی ممکن است بگویند از کاری که کردن متاسفند. اما این لزوماً به معنای متاسف بودن واقعی نیست. متاسف بودن در واقع به معنای بخشیده شدن نیست. یکی از اساتید ما همیشه اینو میگفت. اون به ما میگفت وقتی به کسی بدی کردی میدانم. در زبان انگلیسی ما از واژه متاسفم استفاده میکنیم انگار که داریم از تو طلب بخشش میکنیم. اما او میگفت معنای واقعی متاسفم همان پشیمانی است. این به این معنا نیست تو از فرد مقابل طلب بخشش میکنی. این نشون میده که تو کاری که انجام دادی رو اشتباه میدانی، اما در واقع نمیگویی که من رو ببخش، چون آن موقع است که خودت رو پایین میاری. طلب بخشش به معنای کوچیک شدن است، اما پشیمانی لزوماً به معنای حقارت نیست. پس توبه نزد خدا بابت گناه همیشه به معنای طلب بخشش نیست. باید بگویی خدایا مرا ببخش. باید بگویی خدایا مرا ببخش، از او طلب آمرزش کن و توبه و مانند آن. این بحث دیگری است. پس این هم نکته دیگری است که باید از اینجا یادداشت کرد. او رو دفن کرد، اما ماجرا تمام نشد. سپس خداوند می‌فرماید چون این داستان در جای دیگری از قرآن آمده است، خدا می‌توانست آن را پس از قصه آدم بیان کند. داستان حضرت آدم در 5 جای مختلف قرآن آمده است. هیچ کدوم از رو خداوند بعد از آن هابیل و قابیل رو ذکر میکنه. خداوند کجا از هابیل و قابیل گفته؟ در سوره مائده. حالا داستان این سوره چیست؟ اگر به سوره مائده نگاه کنید قبل و بعدش از چه کسانی یاد شده؟ خب فرزندان یعقوب برخی از قوم یهود در اینجا ذکر شدن.
پس چرا در میان این مطالب پسران آدم ذکر شدن؟ قبل و بعدشو که ببینید درباره بعضی از یهودیاست، نه همشون، فقط بعضیا. خدا قبل از این چی میگه؟ خب خداوند قبل از این درباره سرزمین فلسطین رو ذکر کرده است. خب این چه ربطی دارد؟ چرا خداوند پیش از این از فلسطین یاد میکنه و بلافاصله از مجازات قتل میگه و نحوه برخورد با قاتل رو بیان میکنه؟ بیایید بچه‌ها کمی فکر کنید و به من بگید چرا خداوند داستان پسران آدم رو درست وسط بحث فلسطین، سرزمین مقدس و درباره قتل و نحوه مقابله با قاتلان قرار داده است؟ چرا خداوند این کار رو میکنه؟ ادامه بده. حسادت. بله چون بعضی از یهودیان به مسلمانان حسادت میکنن که هر نعمتی از جانب خدا به اونها رسیده است. بحث درباره همه یهودیان نیست، فقط برخی از یهودیان روی زمین هستند. همینطور است. دیگه چی؟ بیایید، کسی دیگه نظری نداره؟ اینکه سرزمین مقدس قرار شاهد قتلای زیادی باشد، این برات عجیب نیست؟ این به ذهنتون نمیرسد؟ خداوند میفرماید نگاه کنید این سرزمین مقدس است. او از عمالقه قولآسا میگوید و موسی هم اونجاست و در نهایت موسی. او با فرد دیگری وارد میشه و اولها به سادگی بیرون میرن. خداوند میفرماید این سرزمین مقدس بود و یهودیانی که با اون نجنگیدند تا 40 سال به آن دست نخواهند یافت. خدا فرمود 40 سال آن را بر اونها حرام کردم. بعدها اجازه داد اونجا بمانند، اما خدا زمین را به هر که بخواهد میبخشد. بعدا که مسیحیان آنجا رو گرفتند، خدا آن رو به مسلمانان بازگرداند. اکنون نمیگوییم مسلمانان باید مالک آن باشند. نه، همه ادیان باید در آن سعیم شوند. خوبه. بعد خدا از بنی آدم میگه دو مهمانی وجود خواهد داشت که به یکدیگر خواهند پیوست. و خداوند به ما یادآوری میکنه که کشتن و قتل رو توجیه نمیکنه. وضعیت فعلی فلسطین رو میدانید. در صورت ادامه این وضعیت هر دو طرف شاهد کشتار خواهند بود. اگر به حرف مسلمانان گوش دهید، میگویند یهودیان ما رو میکشند و خانه‌هایمان رو تخریب میکنند. این واقعیت دارد. اگر از یهودیان هم بپرسید همین رو به شما خواهند گفت. این خمپاره‌ها، موشک‌ها و چیزایی که میاد. کشتار ادامه دارد. کسی در اتوبوس بمبگذاری انتحاری میکنه و میبینید که اینها واقعیت دارد. اما اگر یکی دیگری رو بکشد و این روند مدام تکرار شود و تعداد کشته ها بیشتر و بیشتر شود، در نهایت هیچ مشکلی حل نمیشه. تمام آن بخشی که در وسط هست و خداوند درباره صحبت کردن با یکدیگر و امثال آن میگوید، باید زمانی باشد که یک منطق و استدلالی وجود داشته باشد، گفتگوهایی صورت بگیرد، چیزی که جلوی این کشتار رو بگیرد. نه فقط این. اما نکته مهمی که خداوند میگه و من اینجا میخواهم با آن اشاره کنم و شما باید شروع کنید به فکر کردن دربارش. چرا خداوند این رو دقیقاً همان جایی که برخی از یهودیان ذکر شدند بیان کرده است؟ چرا؟ چون از نظر تاریخی این یک واقعیت است که در قرآن آمده که برخی از این افراد، ببینید ما هیچ مشکلی با یهودیان نداریم، هیچ مشکلی با اونها نداریم، اما این یه واقعیت تاریخی است که برخی از این یهودیان در نهایت پیامبران خدا را کشتند و این در قرآن آمده است. حتی در متون کتاب مقدس هم آمده است. و این هم یک واقعیت تاریخی دیگر است که به خاطر برخی از اونها و کارهایی که انجام داده اند، قتل‌های بسیار بیشتری رخ داده نسبت به بسیاری از ملت‌های دیگر. به همین دلیل بلافاصله بعد از این داستان خداوند می‌فرماید من اجل ذالک، یعنی این همان دلیل است که کتبنا علی بنی اسرائیل، من به عنوان خداوند بر فرزندان یعقوب قوم یهود سفارش کردم. انا هو من قتل نفسه به غیر نفسه، کسی که نفسی را بدون حق قبض روح میکشد، به کناه و قتال نسه جامعه، انگار که تمام بشریت رو کشته باشد. و من احیاها، هر کسی که انسانی رو زنده کند، فکأنما احیا الناس جمیعان،
انگار که او تمام نوع بشر رو زنده کرده و به زندگی بازگردونده است. چرا خداوند این رو میگوید؟ این بخشی از داستان است. مفسران میگن چون این قوم بیش از دیگر امتها بر زمین زیسته اند، قتل و کشتار بیشتری هم میانشان رخ داده است. این یه نکته است. دوم اینکه از نقشه ها و کارهایی که برخی از اونها انجام میدن، باز هم بعضی از یهودیان این جرم رو خیلی بیشتر از دیگران مرتکب شدن. و سپس خداوند در توراتشان برایشان مقرر کرد. خداوند فرمود این بخش در قرآن آمده است. بله، این در قرآن آمده، اما این همان بخشی است که در تورات هم بوده است. خداوند به ما یادآوری میکنه که به آنها گفته بود کشتن یک نفر مانند کشتن تمام انسان است. چرا؟ چون وقتی یه نفر رو بکشی و اگر اجازه داشته باشی ادامه بدهی و کسی جلویت رو نگیره، ممکن است در نهایت همه رو بکشی. و وقتی دلت بخواهد بگویی نه، من میخواهم صلح رو حفظ کنم و مردم رو زنده نگه دارم، اون وقت اگر کسی جلوت رو نگیرد ادامه میدهی تا اینکه تمام دنیا رو زنده و در صلح نگه داری. جرم قتل، چیزی که خداوند از اینجا به ما یاد میدهد این است که یک قاتل وقتی یک قتل انجام داد، دیگر براش سخت نیست که قتل دیگری مرتکب شود. و کسی که جان کسی رو از قتل نجات میده، برای سخت نیست که این کار رو در تمام عمرش ادامه ده. خداوند در سوره اللیل فرموده است فسنیسره للیسری و سنیسره للعسری. وقتی کار خوبی انجام میدی، خداوند انجام کارهای خوب دیگر را هم برایت آسان میکند. وقتی کار بدی انجام میدی، خداوند انجام کارهای بد دیگر را هم برات آسون میکنه. نفس انسان طوریه که تو را به سمتی میکشونه و خودت انتخاب میکنی به کدوم جهت بری. درس بزرگ اینجاست که قرار کشتاری رخ بده و امروز لا اله الا الله این همه قتل و جنایت اتفاق میفته و یکی از بدترین جاها همان سرزمین فلسطین بوده است. این همه قتل و کشتار در اونجا رخ داده است. کاری که ما باید انجام بدیم مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یک حدیث هست وقتی یک مشرک به سراغش آمد و سعی کرد او رو بکشد و پیامبر اکرم شمشیر رو از او گرفت. پیامبر اکرم شمشیر رو از او گرفت. چطور شمشیر رو از او گرفت؟ خب این مشرک آمد، این حدیث در بخاری آمده، او زمانی که پیامبر زیر درختی خوابیده بود به سراغش آمد و شمشیر پیامبر رو از درخت برداشت و آن مشرک شمشیر رو به سمت پیامبر گرفت و به او گفت هی الان چه کسی میخواهد تو را از دست من نجات بدهد؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیدار شد، دید که شمشیر خودش توسط اون مشرک به سمتش نشانه رفته است. تمام صحابه‌اش زیر درخت‌های مختلف اطراف خوابیده بودند و همگی در خواب عمیق بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهسته برخاست و وقتی بلند شد آن مرد هنوز شمشیر رو به سمتش گرفته بود. رسول الله گفت الله، و وقتی این را گفت آن مرد لرزید، شمشیر از دستش افتاد و رسول الله آن را برداشت و شمشیر رو به سمت او گرفت و گفت خب حالا چه کسی تو را از دست من نجات میدهد؟ با فریاد الله پیامبر صحابه بیدار شده و با شمشیر گردش رو جمع شدن و گفتن لا اله الا الله، اینجا چه خبر است؟ این مرد قصد جان پیامبر را داشت، اما ایشان با فریاد الله او را شوکه کردند. شمشیر از دست مرد افتاد و پیامبر آن را برداشت و فرمود حالا چه کسی تو را نجات میده؟ صحابه جمع شدند و منتظر فرمان کشتن او بودند. حالا این مرد میبینه که پیامبر شمشیرش رو به سمت او گرفته و همه صحابه هم شمشیراشون رو کشیدن و گفتن او این جملاتو گفت بهتر باش. خیلی بهتر و شایسته تر اینه که مثل فرزندان و پسران حضرت آدم در این دنیا باشی. پس او داره به رسول الله میگوید مثل حابیل باش، بگو که نمیخواهی مرا بکشی، مثل قابیل نباش که میخواهی مرا بکشی، مثل حابیل باش. پس رسول الله فرمود بسیار خوب، به من قول بده که با نیروهای دیگر متحد نمیشوی و سعی نمیکنی ما را بکشی.
به من قول بده که دیگر این کار رو تکرار نمی کنی. و او هم قول داد. سپس رسول الله شمشیرش رو پایین گذاشت و به صحابهش گفت رهایش کنید. و آنها اجازه دادن او بره. حالا این حرفا رو چرا می نویسم؟ میدونم گاهی واقعا سخت است، اما در خیلی از موقعیت‌ها باید درک کنید. گاهی اوقات بله میدونید این امت بین شریعت موسی و شریعت عیسی قرار دارد. این امت بین شریعت موسی و شریعت عیسی است. شریعت موسی این بود که چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان. یعنی مثلا گوش در برابر گوش. اگر کسی چشم تو رو کور کنن، تو هم میروی و چشم او رو کور میکنی. چشمش رو کور کن. اگر او یکی از دندونهایت را بشکند، طبق شریعت موسی علیه السلام باید بری و دندون او را هم بشکنی. بله این شریعت موسی علیه السلام بود و شریعت عیسی علیه السلام کاملا برعکس بود. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به یک طرف صورتت سیلی زد، صورتت رو برگردان و طرف دیگر رو هم به او بده تا آن رو هم سیلی بزند. یعنی اصلا هیچ کاری انجام ندهی. اما این امت بین این دو قرار دارد. یعنی چه؟ یعنی ما هر دو رو داریم. یعنی گاهی اوقات ما میگیم چش در برابر چش. اگر کسی بکشد قصاص قتل خواهد بود. و گاهی اوقات اینطور خواهد بود که خب میدونی تو به این طرف صورتم سیلی زدی، من این طرف صورتم رو به تو میدم و آن طرف صورتم رو هم میدم تا سیلی بزنی. گاهی باید خیلی میدونی و رسول الله هم همین کار رو کردن. باید با حکمت انتخاب کنیم که چه کدام رو به کار ببریم. گاهی رسول الله این یکی را انجام دادن، گاهی آن یکی را. و الان بخشی از امت داریم که میگوید اسلام برادر، اسلام یعنی فقط صلح. اسلام یعنی صلح. ببین اسلام از سلمی میاد و یعنی صلح. ما مردمی صلح طلب هستیم. بابا بی خیال کیزر باشه قبول، من اون طرف قضیه رو هم میفهمم. بابا باید اون طرف قضیه رو هم ببینی. اینطور نیست که ما خودمون شریعت اسلام بشیم. و یه عده دیگه هستن که میگن من ازش متنفرم. هیچ مذاکره، هیچ چیز. ما نمیخوایم سر میز بشینیم. اون ما رو کشته، ما هم میکشیمش. 100 نفر مثل اون رو میکشیم. انقدر خون میریزیم تا اسبا تا زانو توی خون فرو برن. میدونی؟ بیخیال. آره اوکی. میدونم ما اون طرف رو هم داریم، ولی باید بین این دوتا تعادل برقرار کنی. رسول الله گاهی یکی رو انجام میداد، گاهی اون یکی رو. با کاری که باید بکنیم اینه که بین این دوتا تعادل ایجاد کنیم. گاهی وقتا باید فقط کوتاه بیای. در بخاری حدیثی هست که میگه بهترین فرد در زمان فتنه کسیه که با گوسفندانش به کوهها پناه میبره. پیامبر فرمود اون فرد با گوسفندانش و با دینش فرار میکنه. او با دینش فرار میکنه. این حدیث در بخاری اومده. پس گاهی وقتا باید فرار کنیم. حدیثی از پیامبر هست که میفرماید قبل از پایان دنیا زمانی خواهد آمد که کسی که ایستاده است، پیامبر فرمود کسی که نشسته بهتر از کسی است که ایستاده. و کسی که دراز کشیده بهتر از کسی که نشسته. این نشون میده که باید آرامش خودتو حفظ کنی. اما احادیث دیگه‌ای هم هست که میگه بهترین جهاد گفتن حقیقت در برابر پادشاه ظالمه. احادیث دیگه‌ای هم هست که رسول الله فرمود میدونی؟ خودتون رو جمع و جور کنید، خودتون رو مشغول آماده سازی و دفاع از خودتون در برابر دشمنانتون کنید. همیشه خودت رو آماده نگهدار. احادیث دیگه هم هست که این رو میگن. حالا کدوم رو باید انتخاب کرد؟ حکمت و دانایی کجای این ماجراست؟ من قرار نیست اینجا بشینم و بهتون بگم الان تو کدوم نقطه دنیا باید چی کار کنیم، اما حرفم اینه که باید بین این دو جنبه تعادل برقرار کنیم و این همون جاییه که ما به عنوان یک امت متعادل قرار داریم. آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که خداوند صحبت کرده. بلافاصله بعد از این داستان خداوند فرمود فساد فی الارض، یعنی فسادی در زمین، و درباره رواج فساد به خاطر بعضی از این کارها صحبت کرد. فساد از کجا شروع میشه؟ خب طبق این داستان پسر آدم فتوعت له نفسه، نفسش او را وسوسه کرد که قتل انجام داده. فساد از درون شروع میشه، از درون یه انسان. وقتی او مرتکب قتل شد بعد به فساد دیگری روی آورد.
اگر مردم یکدیگر رو بکشن، با هم بجنگن، بعد از اون چه کار میکنن؟ خب باید جرم خودتو پنهان کنی. باید سعی کنی اونها رو زنده به گور کنی یا در خاک دفنشون کنی یا هر کاری لازم است انجام دهی تا جرمایتو مخفی کنی. این کار چه نتیجه ای داره؟ خب این باعث می شود طرف مقابل وارد عمل شود و بعد تو مجبور میشی کارهای بیشتری انجام دهی تا سعی کنی اون بخش رو هم بپوشانی یا وایسی و بگویی نه من کوتاه نمیام. این باعث میشه فساد روی فساد بیاد تا جایی که خداوند مستقیما در این داستان به آن اشاره میکنه. او به راهزنان جاده اشاره می‌کند. راهزنان جاده از کجا پیدا میشن؟ کسانی که در دل مردم ترس میاندازن، کسانی که سعی میکنن مردم رو به خاطر پول، اموال داراییشون بکشن یا به قتل برسونن. این از کجا شروع شد؟ چون وقتی اجازه قتل داده شود، قتل با گناه دیگری ترکیب میشه، درسته؟ پس قابیل چه کرد؟ قابیل فقط برادرش رو کشت، همین. او فقط حسادت کرد، او رو کشت، همین. بعدا مردم میایین و میگن خب کشتن. آره من میکشمش، درسته. بدترش میشه این که خب من راهزن جاده میشم. پس میرم بالای یک درخت و منتظر میمانم تا این کاروان از اونجا عبور کنه. بهشون حمله میکنم، میکشم و غارت میکنم، بعد همه چیز رو مصرف میکنم و منتظر بعدی میمونم تا دوباره تکرار کنم. پس حالا اون نه فقط در روی حسادت، بلکه برای رسیدن به ثروت دست به قتل میزنه. حالا او برای ثروت آدم میکشه، این براش عادت میشه و خدا هم از مجازات اینها میگه. حرف من اینه که گناه به گناه دیگه ای منجر میشه. یک گناه به گناه بعدی ختم میشه. اولش فقط این بود که طرف میخواست مست بشه، پس مواد مصرف کرد. اما بعد از اون پای دخترها هم وسط میکشه. بعضیا هستن که مواد مصرف میکنن و بعد میخوان قمار هم بهش اضافه کنن. گناه روی گناه. ما فکر میکنن خب قبلا یه گناه میکردیم، حالا داریم 2 تا گناه رو با هم انجام میدیم. براشون لذت بیشتری داره، هیجان بیشتری میگیرن. یا الکل میخورن و بعد قمار میکنن، الکل میخورن، زنا میکنن، هر چی، 2 تا گناه رو با هم انجام میدن. پس کل حرفم اینه، الان میخوام جمع‌بندی کنم. کل حرف اینه که باید مثل هابیل بشی. یعنی چی؟ یعنی تقوا داشته باشی. اگه تقوا داشته باشی نمیتونی گناه کنی. اگه نسبت به خدا آگاه باشی نمیتونی گناه کنی. میگه انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. همین باعث شد که دست به قتل نزنه. و بعد گفت که اگه تو بخوای از حد بگذری و به من آسیب برسونی، من همون کار رو با تو نمیکنم. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین. خدا تو ذهنش بود، ترس از خدا تو دلش بود و این کار رو نمیکرد چون ذاتاً آدم خوبی بود و خداوند اعمال نیکش را پذیرفت. پس انشالله خداوند به ما صفات و ویژگی های خوب هابیل را عطا کند و ما را از صفات قابیل حفظ کند. خیلی ممنون، جزاکم الله خیران. و باز هم میگویم الحمدلله.